اونایی که میگین نظام الهی ما که میگه نه شرقی نه غربی کشکه، دیدین علیرغم بی‌معرفتی روسیه که حال نظامو گرفت موقتاً پرواز هواپیمای روسی رو از پایگاه همدون معلق کردیم؟ دیدین که علیرغم بدعهدی‌های آمریکا برجام رو به شکست کشوندیم و آمریکا رو به خاک سیاه نشوندیم؟ دیگه چی باقی گذاشتیم از شرق و غرب؟ آی اونایی که میگین مرگ بر اصل ولایت فقیه و میگین مقام میرم ناکس بذار کنار، همینطوری داری ایراد میدی برای خودت، همه چی رو پیچوندی به هم. نظام اگه یه دوستی مثل تو داشته باشه دیگه 1000 تا دشمن واسه چی میخواد؟ ولی آیه دکتر شما هم یه ابر استراتژیستی، هم از اون با معرفت داره است که قاطی نداره. باریکلا شرمنده اخلاقتم. سوال استراتژیکی بفهمید ابر استراتژیست کجا پیدا میشه و چند تا حرف داره؟ فقط همینجا پیدا میشه و حرفم نداره. آفرین، به سلامتی فیل، نه به خاطر هیکلش، به خاطر کف پاش که صافه، با همه اینطوریه. به سلامتی کریم بنزما که نمیگه بنزمن، میگه بنزما. کم پیدا میشه آدم تو اوج شهرت اینقدر خاکی باشه. چه کار کنم دیگه، دست خودم نیست. چاقو که بهم بزنی خونم رو زمین مینویسه خاکی. تو هم یه مجری استراتژیکی خوبی هستی ها، ولی وقتی یک تعریفی از من میکنی من شک ندارم که یه چیزی اون زیر میرا میخوای. بگو ببینم چی میخوای. آیه دکتر میخوام یه جوری به این حاجی روحانی حالی کنی که خوب نیست تا مقام عظما یه چیزی گفت درجا جوابش بدی. به ضرر خودت هم هست. سخنرانی تو قطع میکنن، وقتی هم خبری شد همه رو با هم میچلونن. راست میگی، اون دفعه بهش گفت زر میزنی، این دفعه هم گفت زر میزنی، از خواب پا میشی میری پشت تریبون قانون وضع میکنه. آره یه جوری حرف میزنه ناکس انگار مملکت قانونه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که 2 تا مشنگ رفته بودن شکار، یکیشون از دور شیر دید، نشونه گرفت زد تیرش قطار رفت، خورد به دم شیر عصبانی دوید طرفشون. اون که زده بود بدو رفت بالا درخت، از اون بالا نگاه کردید اون یکی پایین وایساده، گفت بیا بالا بابا الان به فکتو پیاده میکنه. مشنگی که پایین بود گفت کی؟ مگه من زدمش که بترسم؟ روشن شد یا همچین بذارم که شیر بوده به سمت اینجا تا بگیره. آیه دکتر برجام همش هم ضرر نبود، یه فواید کناری هم داشت. آره. درسته خیلی ضرر کردیم ولی ثابت کردیم که آمریکا بدعهده. یک ضربه بسیار مهم به استکبار جهانی بود. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو کنار خیابون زردآلو میفروخت کیلویی 2000 تومان، هستش 4000 تومان. یکی پرسید چرا هستش گرونتره؟ گفت چون عقل آدمو زیاد میکنه. طرف گفت خب 1 کیلو هسته بده. خرید مشغول خوردن شد، همچی که داشت میخورد با خودش گفت چه کاری بود من کردم؟ خب زردآلو میخریدم، هم خودشو میخوردم، همین که بعدن هستهشو میخوردم ارزونترم بود. رفت همینو به اون یارو فروشنده گفت. فروشنده گفت خب بله، نگفتم عقل آدمو زیاد میکنه، چه زودم اثر کرد. روشن شد یا همچی بذارم که بری هسته زردآلو بخوری. آی دکتر چرا نظام با برگزاری کنسرت مخالفت میکنه؟ روی بحثم با این علم الهدی و 6 تا دیگه هست. عضما میگه اگه خاکریز فرهنگی فرو بریزه همه چی از دست میره، مگه فقط همین کنسرته؟ خب مقام عضما که خودش نمیتونه بیاد همینجوری پوزشو بده جلو ضربه، علم الهدی رو با اون 6 تا میندازه جلو، اما مشت طرف مقابلم یه طوری میخوره تو پوز علم الهدی که کلش که میره عقب میخوره تو پوز مقام عظما. بهش میگن دومینو افکت. تازه وقتی هم که زیادی بادشون بکنه یه طوری دور بر میدارن که پرش به خودش هم دوباره میگیره. این حکایت برجام. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن یه گوریله از باغ وحش فرار کرد. یکی زنگ زد آقا گوریله رو دیدم بالای درخت دم خونه من نشسته. مشنگه رو با یه سگ فرستادن سراغ گوریل. مشنگه آقا این تفنگتو نگه دار، من میرم بالا درخت با گوریل درگیر میشم، میندازمش پایین. همچین که افتاد پایین سگ خودش بلده میاد اینجای گوریله رو میگیره صاف میبرتش باغ وحش. یارو گفت خب پس تفنگ چه دادی دست من؟ مشنگه گفت خب اومدی گوریله من انداخت پایین، اون وقت تو باید فوراً سگه رو بزنی.
روشن شد یا فهمیدی که سگو دارن به حساب علم الهدا میگن؟ دکتر میگن روحانی بنا بود قهرمان اشتغال بشه ولی شده قهرمان کنسرت. این منظورشون چیه؟ منظور رو ولش کن، دارم سربسته بهت میگم. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهموندن که مشنگه ادعای پیغمبری کرد، بهش گفتم کو کتابت؟ نگاه کردید هیچی نداره. گفت خب کتاب ندارم، جزوه میگم بنویسین. روشن شد یا چی بذارم که بری ادامه دام. آیه دکتر چرا حاجی رفسنجانی در مورد این نواری که پخش شده و همه دنیا دارن در موردش حرف میزنن چیزی نمیگن؟ مشکلی هست؟ ببین موجی محترم، من امروز به تو لقب موجی استراتژیکی دادم. احترام خودتو اقلا به اندازه یه برنامه نگه دار. میخوای برنامه رو تموم کنی بگو وقت تمومه، الکی دعوا رو ننداز اینجا. این موزلیه که اینجا مقام عظما رو گرفته داره خفش میکنه، چرا شما واردش نمیشم؟ چون عقل دارم. تو هم که واردش میشی عقل نداری، ناکسه. شما همین چند دقیقه پیش بود که به من گفتی مجری استراتژیک چی؟ قهرمان شورای امنیت که نبوده، پس میگیرم، کاری نداره. تو اگه آخر برنامه دعوا نکنی اصلا مریض میشی. تو خودت